توی افغان در طول 274 سال مرا بدنام ساختی، جغرافیای به نام افغانستان بدنام ساختی. من امروز مشکل به نام افغانستان دارم، با جغرافیای افغانستان ندارم. او جغرافیا در اصل از مای تاجیک است، را فراموش نکو. نامش افغانستان است اما جغرافیایش از مای تاجیک است. نام تو افغان است، ما را به نام افغان بسیاری مردم هنوزم میشناسه، اما من یک تاجیک هستم. من مجبور هستم که امروز اگر یک خارجی از من پرسان میکنه بگویم که برادر من افغان نیستم. افغان کسی بود که در طول 274 سال بالای ما ظلم کرد، لباس خوار مادر خود پوشید، خود کفاند و فعلا هم که در قدرت آمده در قرن 21 که دیگه کشورهای خارجی بالای آبادی کشور خود افتخار میکنن، بالای مردم خود افتخار میکنن، بالای قلم خود افتخار میکنن. امروز بزرگوارا در داخل جغرافیای ما داخل شده میگه طبقه اونها درس نخونه، پانتونه و دانشگاه مراکز شهر اقتصاد بود. تو خود مرا بدنام ساختی. من چی گفته خود افغان بگویم؟ من یک کسی بودم که از امو افغانیت تو دفاع میکردم. تاجیک کسی بود که نمی جوانایی که امروز به نام خراسان صدا بلند کردن 15 سال 20 سال در نظام کار کردن، بیرق در بازوی خود بسته کرد، رفت در خوست هلمند قندار ایفای وظیفه کرد، با افتخار خود افغانم گفت، با افتخارم گفت که نمی بیرق سرخ سیاه سبز بیرق ملی است، ما افغان هستیم، از افغانستان هستیم. اما امروز چرا من احساس حقارت میکنم وقتی که از داخل افغانستان در کشور خارجی میایم؟ میشرمم که خود افغان بگویم. اما حتی توی افغانه که تعصب در مغزت است، در خونت است، در رگ و ریشهت است، وقتی که در کشور خارجی میای خودت تو یک هندی معرفی میکنی، یک ایرانی معرفی میکنی. به خاطر کی؟ به خاطر بزرگایت. اما امروز که در صفات اجتماعی بر علیه من تاجیک که در قاموسم سرخم کردن نیست صحبت میکنی، این از تعصبت است. من هزار افغان برات آدرس میتم که در کشور خارجی میای، پاسپورتک خود که در جیب خود میگیره، وقتی که همراه یک خارجی ملاقات میکنه میگه I'm from Indian, I'm from Tajikistan. به خاطر چی؟ به خاطر که بابای فراریش 2 سال پیش طالب وطن تسلیم طالب کرد. طالب کیست؟ وقتی که در ترکیه زلزله میشه، طالب کسی است که در داخل بودجه برنج پیسه به ترکیه کمک میکنه. این نیست طالب. میشرمه، خود افغان میشرمه سر طالب. اما اینقدر تعصب بزرگای از یا در ذهنشان داخل کرده